رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز می‌خواندند بنابر روایت بیهقی و حاکم طأطأ رأسه سر خودشان را پایین میانداختند و رمى ببصره نحو الارض و نگاهشان را متمرکز میکردند بر روی زمین، یعنی به جای و محل سجده خودشان نگاه میکردند. به این کیفیت بود و یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز این طرف و آن طرف نگاه نمی کردند. برخی از فقها گفتند که زمانی که انسان به رکوع می رود پشت پای خودش را نگاه بکند یا وسط دو پایش را نگاه بکند. برخی دیگر گفتند وقتی که به سجده رفت باید دو طرف بینی خودش را نگاه بکند که هیچ دلیلی ندارد و کار خیلی سختی هم هست و دلیلی هم در واقع ندارد. یا برخی از فقها گفتند که در وقتی که انسان در حالت قعده هست و نشسته در حالت التحیات به انگشت اشاره خودش نگاه بکند و استدلال کردند از روایتی که در سنن ابو داود هست کان لا یتجاوز بصره اشارته، که نگاه رسول الله از انگشت اشارهش فراتر نمیرد. منتها این روایت صحیحی نیست. روایت صحیح و حالت اصلی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم همین بوده که در هنگام نماز سرشان را پایین میانداختند و به طرف زمین نگاه میکردند. اما این که در حالت رکوع نمیدونم میان پاها نگاه بکند، پشت پای خودش را نگاه بکند، در هنگام سجده در واقع دو طرف بینیش را نگاه بکند، اصلا در هنگام سجده نیازی نیست که جایی نگاه بکند، یا اینکه در حالت التحیات به انگشت اشاره نگاه بکند، اینها ثابت نیست. همین که شما در حالت طبیعی نشستید نگاهتون در محل سجدهتون باشه، این در واقع نماز شما کاملا صحیح است و هرچه بیشتر بتوانید که نگاه خودتان را کنترل بکنید، حضور قلب شما و خشوع و خضوع شما هم در نماز بیشتر خواهد بود.